سلام، خوش اومدین به .com. امیدوارم که عالی باشید. امروز میخوایم درباره یکی از جذاب‌ترین موضوعهای دنیای مد حرف بزنیم، استایل سلبریتی ها. میخوام تو این ویدیو بهتون کمک بکنم و چند تا راه حل بهتون بگم تا شما هم بتونید مثل سلبریتی ها لباس بپوشید. بیشترین چیز و اولین چیزی که درباره سلبریتی ها به چشم هممون میاد اینه که اعتماد به نفس بالایی دارن. مهمترین چیزی که از سلبریتی ها میتونیم یاد بگیریم اعتماد به نفسه. فرقی نمیکنه چی میپوشن، همیشه به نظر میرسه که از انتخابشون راضی‌ان. حتی اگه یه استایل عجیب یا متفاوت داشته باشن، اعتماد به نفسشون باعث میشه جذاب به نظر برسن. پس یادمون باشه هر لباسی که میپوشید بهش افتخار بکنید و توی اون لباس اعتماد به نفس داشته باشین تا خیلی خوش‌تیپ‌تر به نظر بیاد. موضوع بعدی که سلبریتی ها بیشتر مواقع رعایتش میکنن اینه که لباس مناسب موقعیت میپوشن. سلبریتی ها همیشه میدونن کجا چی بپوشن. توی فرش قرمز لباس‌های لوکس و شیک با اکسسوری‌های خیلی شیک‌تر، توی خیابون یه استایل راحت و جذاب. اما خب موردم داشتیم که اینجا توی ایران یه سلبریتی خیلی معروف نمیدونسته که چی رو با چی تو چه موقعیتی باید استایل بکنه که من لینک ویدیوشو براتون میذارم، میتونید این ویدیو رو هم ببینید. یکی از رازهای استایل سلبریتی ها استفاده درست از اکسسوری هاست. یه کیف خاص کل استایل رو متحول میکنه. عینک آفتابی حال و هوای استایل رو تغییر میده. زیورالات ساده یا جسورانه همیشه باعث میشه که درخشش بیشتری داشته باشن. یاد بگیریم که اکسسوری ها جادوی استایل ما هستن، پس بهشون اهمیت بدیم. سادگی همیشه جواب میده. خیلی از سلبریتی ها ثابت کردن که استایل های ساده و مینیمال همیشه شیکن. یه تیشرت سفید، شلوار جین و کتونی وقتی درست ست بشه میتونه همونقدر جذاب باشه که یه لباس مجلل جذابه. گاهی لازم نیست استایلمون خیلی پیچیده باشه، با چند تا آیتم ساده هم میتونیم خوش استایل باشیم. موضوع بعدی که من میخوام بهتون بگم انقدر اهمیت داره که من در رابطه با این موضوع یه ویدیو کامل براتون درست کردم که لینکشو براتون میذارم و میتونید این ویدیو رو ببینید و اون هم لباس مناسب با فرم بدنمونه. یکی دیگه از رازهای استایل سلبریتی ها اینه که همیشه لباسهای انتخاب میکنن که به فرم بدنشون میاد. اگر بلند قد هستن لباسهای بلند و شیک میپوشن، اگر کوتاه قد هستن از برش‌های استفاده میکنن که قدشون رو بلندتر نشون بده. فرم بدنمون رو بشناسیم و لباس‌های انتخاب بکنیم که به بهترین شکل ما رو نشون میدن. سلبریتی ها ممکنه ترندهای مد رو دنبال بکنن اما همیشه یه بخش از استایلشون منحصر به فرده. پس به این نتیجه میرسیم که از مد الهام بگیر اما خودت باش. ترندها خوبن ولی نباید کورکورانه ازشون پیروی بکنیم. لباس‌های انتخاب بکنیم که با شخصیت و حال و هوای ما هم همخونی داشته باشه. این بود چند تا از رازهای خوشپوشی سلبریتی ها که میتونیم توی استایل روزمره خودمون استفاده بکنیم. اما یادتون باشه استایل یعنی شما. هر چیزی که بهتون حس خوب بده و باعث بشه با اعتماد به نفس قدم بردارید همون چیزیه که باید بپوشید. توی کامنت ها برام بنویسید از کدوم سلبریتی ها برای استایلتون الهام میگیرید تا ویدیو بعدی بدرخشید و خوشتیپ بمونید.